صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش همانطوری که ما گناهکاران خود را بخشیده ایم. و ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز، فیض و شادی خداوند یکتا با شما باد. امیدوارم که در پرتو عنایت و رحمت او روز خود را آغاز و به پایان برسانید و او را به خاطر رحمتش شکر و سپاس گویید، زیرا که سراییدن نام مقدسش شایسته هر مخلوق می باشه و ما باید او را از جان و دل بپرستیم و ستایش کنیم. کلام خداوند می گوید اگر ما امروز به گناهان و خطایای خود اعتراف کنیم و از گناه نفرت پیدا کنیم و حقیقتا توبه کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. یعنی امروز من و شما می توانیم از فیض او بهره‌مند شده و پاک شویم، عادل محسوب شویم و از الطاف بی پایانش بهره‌مند شویم. لطف خدا برای همه است. محبت خدا برای همه است. امروز همه می توانیم از محبت خدا بهره‌مند شویم و او را به خاطر الطافش سپاس گوییم اگر دعوت و لطف و عطیه او را بپذیریم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس خدا یکتا زندگی و تعلیمات و اعمال عیسی مسیح زنده را براتون میخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون میرسونم تا حقیقت و راستی را بدانید و در آن عمر خودتون رو به سر بیاورید. زیرا خدای تعالی عیسی مسیح را نه فقط به عنوان نجات دهنده به این جهان فرستاد، بلکه زندگیش را نمونه و الگویی برای همه عاشقان خود قرار داده است. او رضایت مطلق خدا را فراهم آورد. پس اگر ما نیز در پشت سرش قدم برداریم، راه خطا را نپیموده ایم. برای منظور در دنباله مطالعه زندگی منجی خود به انجیل مقدس به قلم متی حواری روی می آوریم و از آیه 15 فصل 14 کلام خدا را مطالعه می کنید.
لازم می‌دونم که در اینجا یادآور شوم اگر علاقمندانی هستند که کتاب مقدس خدا را در اختیار ندارند، منتها مایل هستند شخصا این کتاب آسمانی رو در اختیار داشته باشند، میتوانند با ما مکاتبه کنند تا انجیل مقدس را به زبان فارسی به عنوان هدیه تقدیم حضورشون کنیم و آنها نیز با مطالعه کلام خدا حقایق آسمانی را دریافت بدارند. آدرس رو در پایان مجددا اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. دوستان عزیز، آیاتی که در برابر ما هستند، یعنی فصل 14 انجیل متی از آیه 15 الی 36 یا الی آخر فصل، دو موضوع بسیار مهم را درباره قدرت و شخصیت عیسی مسیح برامون آشکار می‌کنند. اول معجزه عیسی مسیح که توسط آن جماعت بسیار بزرگی را سیر می‌کنه و دوم آشکار شدن قدرت عظیمش بر عالم طبیعت، یعنی او با قدرت خدایی روی دریاچه راه می‌رود. در کلمات عیسی مسیح نه فقط آرامش و تسلی بود و روح‌های مردم را نوازش می‌کرد و با قلب و روح آنان صحبت می‌کرد، بلکه قدرتی در آن نهفته بود که مافوق قدرت هر انسان بود. به طوری که کلام خدا می‌گوید همه مردم شگفت زده بودند که چگونه شخصی به این سادگی و از خانواده فقیر این چنین قدرتی در کلامش است. قدرتی که سبب می شد مردم را از راه‌های بسیار دور به طرف خودش جذب کنه و گفتارش را در قلب و فکر و وجدان آنان رسوخ کرده و آنان را منقلب می نمود. هیچ کسی وقتی کلام مسیح را می شنید نمی توانست ادعا کند که هیچ تغییری در او به وجود نیامده. قدرت مسیح در کلامش آشکار بود و اشخاص را تحت تأثیر قرار می داد. و یا وقتی کسی کلام را می شنید نمی تونست عکس العمل نشون نده. کلام عیسی مسیح در همه اثر داشت، حالا یا اثر مثبت و یا اثر منفی. یعنی مردم یا پیام مسیح را میپذیرفتند و توبه میکردند، به راه خدا می آمدند و یا بر علیه گفتار مسیح قیام میکردند، یعنی کلام مسیح را نمیپذیرفتند. آنانی که کلام مسیح را میپذیرفتند توبه میکردند و خداوند گناهان آنها را میبخشید و آنها عادل محسوب میشدند. اما آنانی که کلام را رد میکردند بر علیه مسیح قیام میکردند. چرا؟ چون عیسی مسیح با گفتارش و اعمالش و رفتار و زندگیش گناهان انسان را آشکار میکرد. و البته این امر باعث خوشنودی شخص گناهکار نمیشد. چرا؟ چون شخص گناهکار در واقع در برابر آینه الهی میایستاد. در مسیح متوجه میشد که چقدر گناهکار و خطاکاره. وقتی زندگی مسیح رو میدید، وقتی گفتارش و زندگیش و اعمالش میدید، متوجه خطایای خودش میشد و به جای اینکه توبه کنه، به جای اینکه خودش رو خورد کنه، عصبانی میشه و در عوض بر علیه عیسی مسیح قیام میکنه. چرا؟ چون مسیح گناهان انسان را آشکار میکنه و این امر هرگز شادی نمیآوره، البته برای گناهکاری که حاضر به توبه نیست. حالا در این آیاتی که در جلو ما هست می‌بینیم که عیسی مسیح در غروب یک روز به آن سوی دریاچه جلیل میره تا در خلوت با خدای خود به راز و نیاز بپردازه و همچنین استراحت کند. بدون شک مرگ یحیای پیغمبر فکرش را به خودش مشغول کرده بود. مسیح به خاطر مرگ یحیی بسیار متأثر شده بود. مردم وقتی متوجه مسیر حرکت قایق میشن، صبح زود به طرف آن سوی دریاچه پیاده میرن. آنان میخواستن با مسیح باشن. آنان از روی اشتیاق و با میل خودشون عاشقانه به سوی مسیح میروند و رنج سفر را تحمل میکنن. بعد از مدتی وقتی عیسی مسیح گروه بسیاری از آنان را میبینه، کلام خدا میگوید روحش منقلب شد، تحت تاثیر قرار گرفت و روح ترحم در او شدت میگیره. چرا؟ چون مسیح آنان را میبینه که مانند گوسفندان و بیشبان آواره هستند، اشتیاق روحانی دارن و نمیتوانن غذای روحانی خود را به دست بیاورن. پس مسیح شروع میکنه به آنها تعلیم بده، مریضان آنان را شفا میده و از صبح تا عصر شروع به تعلیم دادن آنان میکند. نه گذشت زمان، نه گرسنگی، نه خستگی، هیچ یک از مشکلات دنیوی قادر نبودند توجه این گروه کثیر را از عیسی مسیح باز برگردانند. آنان شیفته قدرت و تعلیمات عیسی بودند. از صبح تا غروب مسیح آنان را تعلیم میداد و درباره ملکوت خدا و ارزش آنان در حضور خدا با آنها صحبت میکرد.
کم کم خورشید غروب کرد و در دامنه کوهی که عیسی مسیح مردم را تعلیم می‌داد، ذرات طلایی نور عالم ناپدید می‌شد. شاگردانش نزد عیسی می‌آیند و می‌گویند ای استاد، این گروه عظیم را مرخص فرما، بگذار برن تا برای خودشون غذایی در دهات مجاور بیابند و بخورن. اما مسیح از آنجا که دید روح و جان مردم اشتیاق به مطالب آسمانی دارد و آنها اول طالب ملکوت خدا، طالب گفتار الهی هستند، به خاطر این روحیه دست آنان را با قدرت آسمانیش هدایت میکنه، میگیره، کمک میکنه. آنان را کمک میکنه تا حقایق الهی را نه فقط درک کنن، بلکه نیازهای جسمانیشون رو برطرف سازه. و در حقیقت عیسی مسیح با معجزه‌ای میکنه، گفتار خود را نیز به اثبات میرسانه که ای عزیزان، اول ملکوت خدا را بطلبید، اول ملکوت خدا را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. و یا اول طالب اراده و مقصود و خواست خدا باشید. چرا؟ چون اگر طالب خدا باشید، اگر زندگیتون هدفتون این باشید که خدا را جلال بدهید، خدای مهربان نیز نیازهای روزانه شما را برطرف می کند. چرا؟ چون او همانند پدری مهربانی است که به فکر غذای فرزندانش است. دوستان عزیز، خداوند می‌خواهد تمام نیازهای شما را برطرف کند، ولی اول باید ملکوت خدا را طالب باشید. با بیان این مطالب حالا توجهتان را به قرائت آیات انجیل مقدس می‌کنیم که معجزه سیر کردن 5000 مرد را بیان می‌کند. انجیل متی فصل 14 از آیه 14. پس عیسی بیرون آمده گروه بسیاری دیده، بر ایشان رحم فرمود و بیمارانشان را شفا داد. در وقت عصر عیسی مسیح که تعلیم می‌داد، شاگردانش نزد وی آمده گفتند ای استاد، این موضع ویران است و وقت الان گذشته. پس این گروه را مرخص فرما تا به دهات مجاور رفته و به جهت خود غذا تهیه کنند. عیسی ایشان را گفت احتیاج به رفتن ندارند، شما ایشان را غذا بدهید. بدو گفتند در اینجا جز 5 نان و 2 ماهی نداریم. عیسی گفت آنها را اینجا نزد من آورید. و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه ها نشستند و آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریسته و برکت داد و نان را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردانش بدان جماعت. و همه خوردند و سیر شدند و از پاره های باقی مانده 12 سبد پر کرده برداشتند. و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب به 5000 مرد بودند. دوستان عزیز، این معجزه عیسی مسیح در هر 4 نوشته کلام خدا به ثبت رسیده و حضرت یوحنا به طور مفصل تری این واقعه را برای ما تشریح می کند. کلام خدا میگوید غالب این افراد که آمده بودند تا پیام عیسی مسیح را بشنوند، زائران یهودی بودند که از شهرها و کشورهای مختلف برای زیارت عبادتگاه به اورشلیم آمده بودند تا در آنجا قربانی کنند و خدا یکتا را بپرستند. هر جا عیسی میرفت آنها هم دنبال او میرفتند تا ببینند که این مرد چگونه مریضان را شفا میدهد. پس وقتی عیسی از تپه بالا رفت و شاگردانش دور او نشستند، مردم را دید که دست دست به دنبال او از تپه ها بالا میان. عیسی به یکی از شاگردانش یعنی فیلیپوس رو میکنه و میگوید ای فیلیپوس، از کجا میتونیم نان بخریم و این مردم را سیر کنیم؟ عیسی این سوال را از او میکنه تا ببیند عقیده او چیه. چرا؟ چون خود عیسی میدانست که چه باید بکند. فیلیپوس جواب میده که ای استاد، خروارها نان لازمه تا بتونیم این جمعیت را سیر کنیم. اندریاس برادر پتروس میگه که ای استاد، پسر بچه اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی این به چه درد این جماعت میخوره؟ عیسی میگوید بگویید که همه مردم بشینن. پس تمام جمعیت روی سبزه ها میشینن. وقتی که مردها را میشمارن میگوید تقریبا 5000 نفر بودن. آن وقت عیسی مسیح نان را میگیره، خدا را شکر میکنه و اونو میده تا بین مردم تقسیم کنه و بعد همین کار را با ماهیا میکنه، اونو برکت میده. کلام خداوند میگوید که معجزه الهی آشکار میشه. مردم همه
نون میگیرن، همه ماهی میگیرن و میخورن و سیر میشن. و بعد از آن عیسی امر میکنه که تکه پاره ها را جمع کنن تا هیچ چیزی تلف نشه. کتاب مقدس میگوید از همان پاره ها یا پسمانده های نان 12 سبد مردم نان جمع میکنن. مردم گرسنه در برابر چشمان خودشون مشاهده کردند که عیسی مسیح با قدرت خدا و با دعا کردن 5 نان و 2 ماهی را تکثیر میکنه و همه را سیر مینماید. وقتی این معجزه بزرگ را میبینن، معجزه‌ای که خودشون تجربه کرده بودن، چرا؟ چون گرسنه بودن و نان و ماهی گرفته خورده و سیر شدن، گفتن که این همان پیغمبری است که ما منتظر و چشم براش بودیم، و یا این همون مسیح موعود است. پس شروع به فریاد برآوردن کردن و به سوی عیسی مسیح میان تا او را پادشاه کنن، تا او را فرمان روای خود کنن. ولی مسیح وقتی دید که مردم میخوان به زور او را پادشاه کنند، از ایشان جدا میشه و به تنهایی بالای کوه میره و مردم را مرخص میکنن. دوستان عزیز، آنچه که از این معجزه آسمانی عیسی مسیح میتونیم نتیجه بگیریم، گذشته از این که صاحب قدرت خدایی بودن او بوده و گذشته از این که او میتوانست با پذیرفتن دعوت مردم زمام امور را به دست بگیره و با زور شمشیر و یا با قدرت معجزه همه را پیرو خودش کنه و مانند بعضی از رهبرانی که سیاسی بودن از مذهب برای مقاصد خود استفاده کنه و مردم را وادار به پیروی از خودش کنه، او این کار را نمیکنه. چرا؟ چون میخواد به ما تعلیم بدهد که راه خدا پرستی، راه خداوند راه فروتنی و آزادی و اختیار است. راه خدا راه زور و جبر و مقام پرستی و اجبار کردن مردم به پیروی از خدا نیست، بلکه راه محبت، راه رحم و مروت، راه اختیار و اراده است. در اینجا ملاحظه میکنیم که او قادر است نیازهای جسمانی را نیز برطرف کند. نه فقط نیازهای روحانی بلکه نیازهای جسمانی، یعنی در او انسان میتواند تمام نیازهای خود را برآورده سازد، هم روحانی و هم جسمانی. اما تنها موقعی مسیح نیاز جسمانی مردم را نظیر غذا خوردن برطرف نمود که چشم مردم نه بر نیاز جسمانی بود بلکه بر حقیقت بود و هدف اصلی و مقصود نهایی همانا خدای تعالی بود، نه امور دنیوی. مردم، آنانی که دور مسیح جمع شدند، برای این آمده بودند که خدا را بشناسند، نه اینکه نیاز جسمانی را دریافت کنند. زمان این معجزه عظیم کرد که این گروه عظیم فکر قضا نبودند، فکر مشکلات و بدبختی های زندگیشون هم نبودند. آنان محو گفتار آسمانی خدا شده بودند، طالب کلام خدا و قدرت خدا بودند، تشنه اون بودند که چگونه وارد ملکوت الهی شوند و در آن شریک و سهیم بشن. و چون هدف عالی و درستی داشتند، خداوند بقیه نیازهای آنان را برطرف می کند. دوستان عزیز، اگر تعلیمات عیسی مسیح را در انجیل مقدس متی فصل 6 و 7 به خاطر بیاورید، در اینجا عملاً شاهد آن هستید که کاملاً درست و حقیقی و قابل استفاده هستند. عیسی به آنان فرموده بود که شما نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بنوشید، غم و غصه این چیزها را نخورید. او فرمود به پرندگان صحرا نگاه کنید، خدا از آنها نگهداری میکنه و شما به مراتب پر ارزشتر از این پرندگان هستید. و بعد در پایان کلمات و اوامرش فرمود شما اول باید طالب ملکوت خدا باشید، اول اراده خدا را بطلبید که آن وقت خداوند نیازهای شما را برطرف میکنه. و دوستان، این جماعت طالب ملکوت الهی بودند و خداوند نیز نیازهای روزانه آنان را برطرف کرد، یعنی نان روزانه آنان را به آنها بخشید. و یا عزیزان من، بدون شک امروز این حقیقت هم در مورد من و شما صدق می کند. اگر هدف اصلی شما در زندگی طالب بودن ملکوت خدا باشه و در پی آن بروید، مطمئن باشید که خدای تعالی تمام نگرانی ها و اندیشه های دنیوی را از شما دور میکنه. چرا؟ چون او نیازهای جسمانی شما را برآورده خواهد کرد. عیسی مسیح این تعلیم را به شاگردان خود داد و عملا آن را ثابت کرد.
و ای عزیزان، من باید اعتراف کنم که من هم آن را تجربه کردم. نه فقط من، بلکه میلیون ها مسیحی دیگر می توانند بگویند که مسیح ما را از نگرانی ها و پریشان های دنیوی آزاد ساخته است و نیازهای جسمانی ما را برآورده کرده موقعی که ما طالب ملکوت خدا بودیم. و ای عزیزان من، امروز شما نیز می توانید از نگرانی هایی که زندگی شما را براتون تلخ کرده و شما را شکسته، شما را مریض کرده، آزاد بشید، به شرطی که اول طالب ملکوت خدا باشید، اول طالب خداوند باشید، خدا را بطلبید که به او نان روزانه شما را عطا خواهد کرد. در کلام می‌بینیم که عیسی مسیح میره بالای کوه و در آنجا در خلوت با خدا یکتا، با پدر آسمانی به نجوا میپردازد. او شاگردانش را امر میکنه که به طرف آن سوی دریا برن که خودش هم به آنها ملحق خواهد شد. و شاگردان چون میدانستند که عادت مسیحه که شبها رو در دعا و راز و نیاز بپردازه و اونو به سر بیاوره، مطیع مسیح میشن و کشتی رو میگیرن، شب هنگام به سوی آن سوی دریاچه میروند. گوش کنید به آیات کلام خدا که از آیه 25 خدمتتون میخونم. میفرماید: اما کشتی شاگردان در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار شد و در پاس 4 از شب عیسی بر روی دریا خرامیده به سوی ایشان روانه گردید. اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدن، مضطرب شده گفتند خیالی است و از خوف فریاد برآوردند. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرد، گفت خاطر جمع دارید که منم، ترسان مباشید. پتروس در جواب او گفت خداوندا، اگر تویی مرا بفرما تا به روی آب نزد تو بیایم. عیسی فرمود بیا. در ساعت پتروس از کشتی فرو شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید. لیکن چون باد را شدید دید ترسان گشت. و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست او را گرفته و گفت ای کم ایمان چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدن باد ساکن گردید. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند فی الحقیقتا تو پسر خدای یکتا هستی. در این آیات ما با قدرت عظیمی که خدا به عیسی عنایت فرموده و نشان صاحب قدرت و اختیار او بر عالم طبیعت است روبرو میشویم. جریان از این قرار بود که شاگردان مسیح در دریاچه دچار زحمت میشن. باد مخالف تند بود و قایق جلو نمی رفت تا اینکه نزدیک ساعت 4 صبح بود که عیسی در حالی که روی آب راه می رفت به آنها نزدیک میشه. آنان از ترس فریاد زدن چون خیال کردند که یک روح رو دارن می بینن. اما عیسی فوری با آنها صحبت کرد و گفت نترسید، جرأت داشته باشید، من خودم هستم. بعد از چند لحظه پتروس به عیسی جواب میده که ای سرور، اگر حقیقتا خودت هستی پس دستور بده که من هم روی آب راه بروم و پیش تو بیام. عیسی میگوید بسیار خوب، بیا. پس پتروس از قایق بیرون آمد و مثل عیسی شروع به راه رفتن به روی آب کرد. بله دوستان، پتروس نیز شروع به راه رفتن به روی آب میکنه، ولی وقتی به اطرافش نگاه میکنه و موجهای بلند را میبینه به وحشت افتاده و شروع کرد به فرو رفتن در آب دریا. پس فریاد میزنه سرورم مرا نجات بده. عیسی فوری دستش را دراز کرد و او را بیرون میکشه و به او گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟ دقت کنید مسیح چه میگوید؟ به پتروس میگوید ای کم ایمان چرا شک کردی؟ وقتی که به این کلمات آسمانی عیسی مسیح توجه کنیم میبینیم که دلیل این که پتروس در لحظات اول قادر بود همانند مولای خود روی آب راه برود این بود که او ایمان داشت، ایمان بدون شک و تردید. او چشم به عیسی انداخته بود، چشم بر او انداخته بود و با ایمان شروع به راه رفتن میکنه، آنم به روی آب. تا زمانی که چشم بر عیسی داشت در کارش موفق بود، ولی به محض اینکه چشمانش را از عیسی برداشت و به امواج اطراف نگاه کرد بلافاصله تو آب افتاد و نزدیک بود غرق بشه. چرا؟ چون امواج بزرگی دید که دور خودش دارن جمع میشن
و دوستان عزیز، این امواج بزرگ نزدیک بود که پتروس را بلافاصله در خودش غرق کنه. این واقعه مهم بزرگترین درس زندگی و مهمترین نیاز من و شما را آشکار کرده است. علت موفقیت پتروس ایمانش بود و عدم موفقیت او همان نبودن ایمان یا شک داشتنش بود. کلام خداوند راز موفقیت مقدسان را در یک جمله خلاصه کرده و آن ایمان داشتن است. ایمان داشتن است. در فصل 12 از کتاب عبرانیان کلام خدا می‌بینیم که از همان ابتدای تاریخ بشریت این ایمان اشخاص بود که سبب نزدیک شدن مردم به خدا و عامل پاک شدن و عادل محسوب شدنشون بوده. کتاب مقدس میگوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و این یعنی ایمانش برای او عدالت محسوب شد. همه مردان خدا در ایمان جان سپردند و این ایمان آنان را به حضور خدا رسانیده. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به من و شما تعلیم میدهد که راه نجات یافتن، راه رسیدن به خدا، راه دریافت بخشش الهی نه مذهب بلکه راه ایمان است. در انجیل مقدس می‌فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی، دقت کنید، تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ایمان عامل به دست آوردن و دریافت نمودن حیات جاوید است. منتها باید ایمان درستی باشه. کتاب مقدس میگوید اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم آن وقت است که صاحب نجات میشویم، زیرا خدا او را برگزیده تا عامل نجات دهنده برای بشر باشه و انسانها با ایمان آوردن به او عطیه جاوید را نصیب خود کنند. راستی عزیزان، آیا شما به این نجات دهنده جهان ایمان دارید؟ اگر دارید آیا چشم به او دوخته اید و یا همانند پتروس چیزهای اطرافتان شما را از چشم داشتن بر عیسی باز داشته؟ چشم بر او داشته باشید دوستان تا همیشه موفق و پیروز باشید. ولی اگر ایمان ندارید و دلتون به اعمال و رسومات مذهبی خوشه، باید بگویم که مذهب عامل نجات نیست بلکه ایمان است. این را در زندگی پیامبران و مردان خدا می‌بینیم و در اینجا ملاحظه می‌کنیم که مسیح عملاً آن را بر ما آشکار کرده است. پس دوستان، بیا ایمان داشته باش، ایمان به یگانه نجات دهنده جهان. اگر می‌خواهید بیشتر در این مورد اطلاع داشته باشید، برای ما نامه نویسید تا شما را در نحوه ایمان آوردن به مسیح یاری بدهیم. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.